ما درباره یک شخصیت گپ میزنیم که چخیل از سطح عربکشی یک صاحبکاری موفق شد. ما اکجان در بازار لوبلینا عربه میکشیدیم. 1 میلیون زیاد تقریبا 1 میلیون فروختیم. الحمدلله شکر. ذره هم باشه یعنی هم توجیکا رو ما کمک کنیم از همون کرویسیا کمی هم دور شوند. استاد خیلی دستگیری کرد ما را. مثلا ما به همین قوای بلند رسیدیم اکر. 342,000 در یک ماه الحمدلله فروش کردیم. همین درس‌های شما با طریق آنلاین میگذرد یا آفلاین؟ مقصد بسیار ذوق داشتم در همین تجارت فهمیش که داشتم آدم میگفتم که من همین چیز درس بدیم. همین 200 نفر شاگردی که شما تیار کردید همه هوای موفق شدن در همین ساحه بیزنس. با شما بلیط های ارزان لازم باشد با واتساپ اویاکاسی شهنازه زنگ بزنید. بلیط های ارزان و باوریناک است. السلام علیکم دوستان عزیز. روزی ما درباره یک شخصیت گپ میزنیم که چخیل از سطح عربکشی یک صاحبکاری موفق شد. جهانگیر برادر چی سبب شد که شما صاحبکاری موفق شده؟ سلام علیکم برادر. یک بار دیگه ما اکجان در بازار لوبلینا عربه میکشیدیم. خیلی تاجیکستان اومدیم پولی بلیط قرض گرفتیم عربه میکشیدیم. با دامون بزرگ یعنی خیلی عربه کشی هم کارهای سیاه هم میکردیم، کارهای وزمین هم میکردیم. یک روزه که از همین خیلی فهمیدم درباره چی که این پولی کم میشه که یک بیزنس کنیم. من مقصد بسیار ذوق داشتم در همین تجارت فهمیش که داشتم آدم میگفتم که من همین چیز درس بدیا، همین ول بیسه درس بدیا. بعد همین شناسیدم خطی استاد خیلی دستگیری کرد ما را. مثلا ما به همین قوای بلند رسیدیم اکر. سلام علیکم بار دیگر استاد عزیز. چند وقت شد که شما در همین بازار والبریز کار و فعالیت میکنید؟ تشکر زیاد سعدی جان. درست قید کردید. یعنی بازار گفتید در اصل این بازار الکترونی است. یعنی ایرا با زبانی باید مگر مارکت پلیس میگن. ما زیاده از 2 سال همی در همین کار چی میگن کار فعالیت میکنیم. درسی باشه نیخ شاگردا تیار کردن تقریبا 8 ماه شد مشغول هستیم. در همین 8 ماه شما چند شاگرد تیار کردید؟ زیاده با فکرم یک قد حساب کنم قریب 200 ده. 200؟ بله. استاد در پیش گپتون همین 200 نفر شاگردی که شما تیار کردید همه هوای موفق شدن در همین ساحه بیزنس. سوال بهترین. بله شجاع مثلا هر کسی که بچینی قابلیتش بچینی مثلا مشلینش فهمیشش کار کرد یعنی با اون درجه خودش موفق شد. کسایی که مثلا برای یک کس دیگه یک کس میبیارم مثلا این بخونه گفته وای کرده یعنی یک کس برای یک کس دیگر یعنی کسی که خود برای خود میکنی یعنی یک کس برای یک کس دیگر کار میکنه. درسای شما با زبان روسی میگذره یا که تاجیکی؟ با زبان مادری تاجیکی. آخه راست دیگه برنامه شما زبان روسیه؟ بله درست قرار کردید. این ما دوام 2 سال مهنت کردیم مثلا ترجمه کردیم همه این پلتفرم ما مثلا چیزی که هست فهموندم با تاجیکی تربینا یعنی کلمه‌ای که در داخل است با زبان روسی میفهمونیم. بعد یعنی جهاز اپیسانی خاراکتریستیکایی که میمونن بسیار بارداره ما نمیفهمن روسی را ما برای اونها یعنی ربات چت جی پی تی و دیگر برای افتادگی هستیم که یعنی همون کلمه‌ای در کار میمونن برای اونها یعنی همون کلمه ساخته جمله ساخته میتونن. یک سوال همین درس‌های شما با طریق آنلاین میگذرد یا آفلاین؟ سوال بهترین دوست جان. ما تا همین وقت آفلاین درس دادیم گپارستی. طبق درخواستی بسیاری برادرایی که دور از همین مسکو یعنی فدراسیون روسیه قرار دارن وای کردم ما همین هفته با نقشه گرفتیم یعنی درس آنلاینی رو هم چیکار میکنیم میکشیم برای برادرانی که کسی نیاز دارن یعنی که راه دور. بله با ایجا اومدن نمیتونن. بله امکاناتی اومدن ندارن در خونگی داری یعنی آنلاینی رو یک کورسی که شما میگذرونید همین چند روز دوام میکنه؟ یعنی مکتب ختم کردگیان بعضیش اومدگیان مثلا همینجا بسیاری چی میگن در همینجا علاقه تعالیش کار میکنن یعنی بسیاری نمیدونن کامپیوتر یعنی برای اونها دو درسی رایگان در ساحه کامپیوتر است یعنی اونا میفهمن کامپیوتر چیه مثلا چی ورات چیکار کرده میشد کدام کارا رو با واسه کامپیوتر کرده میشد همه رو میفهمونیم. بعد یعنی برنامه‌ای که برای همین در والبریز کار میاد یعنی برنامه‌ها قشنوس میکنیم درس میدیم مثلا چیکار کردن در کار چه کردن در کار همه را یک تا یعنی درس ما اگر کامپیوتر داند یعنی 10 درس میشه اگر نداند 12 درس میشد.
این درس تقریبا میگیم یک مومنتی هست که در 20 روز بود میشود. یک کمانده هست که یعنی همش میفهمن کامپیوتر در دام 15 روز بود میشه مثلا درس. و بعد درس که بوچید خیلی نمیشه که طلبا مثلا جواب تیم را هم با پای کار خودش. یعنی ما میتونم اومدم ما مثلا بود کورس دیوم نه کورس دیوم نه یعنی میان در همینجا میشینن کارشون پرا یعنی تو یاد گرفتن تو پرا یاد گرفتن بعضیش میان همینجا میشینن استاد هست مثلا جوی نشست هست همه چی هست میشینن یا یگان ناوگونی باشد اومده خبر میگن درباره ناوگونی پرسپوس میکنن مثلا میفهم یعنی ما قطعی اون طلبه خارجش نمیکنیم که ایلوج داشته باشه امکانیت داشته باشد اومده از حال ما خبر میگیرد یعنی وای میکنیم یگان مسئله را دیده میبریم. یعنی درسای شما در 15 روز یا 20 روز تموم میشه؟ بله سر جان درسای ما یعنی تقریبا از 2 ساعت زیاد دوام میکنه. استاد جان برای این کار سر کردن چی باید کرد؟ تشکر دوست جان. برای این کار سر کردن یعنی میتونن آدمایی که شهروندی فدراسیون روسیه دارن یعنی میتونن ایپک شون یعنی صاحبکاری انفرادی کشن اومده کار کنن. میشه اوقات کردن میشه سمزنت یعنی که بسیارتر یعنی قلایتر ایپی است یعنی صاحبکاری انفرادی میگن ایندیویدوال امپریتمنت یعنی این قلایتر است برای این کار. استاد اگر گراجدانی نباشه کار کرده میتونه یا نه؟ بله سعدی جون یعنی آدمایی که دارای ایروپی هستن وینجی هستن یعنی ویا میتونن در همین ساحه کار کنن مثلا به یگان ماموریت میتونن در مدت به یگان مشکلی بله. آدمایی که گراجدانی ندارن ایروپی ندارن میتونن همین درس مثلا خونانی ها همین کار تجارت بچسبن میتونن میارن. بله جون اینجا یک مومنت هست آدمای دمی فدراسیون روسیه بسیار بالاداری هستن سوادشون باقادن داروی دیپلم هستن مثلا знание کامپیوتری باقا دارن یعنی اون میتونن بخونن مثلا همین برنامه رو میتونن همچون منیجر کنن چون که در ما خطایی و ویتنام مثلا بسیار بالاداری توجیک مثلا روسا خودشون مثلا مراجعت میکنن که همین یک منیجر که مغازه ما رو پیش برن مثلا او مبلغ بسیار دارن و دارن که متخصص در همین سوال ندارن یعنی میتونن متخصص شدن در همین سوال کار کنن کار رو پیش برن. شما شاگرد همین منیجر داره؟ بله از هم بین 200 نفر. بله بسیار جان خوب کار میکنن. فقط تاجیک هستن یا تمام با غیر تاجیک هم هست هم شاگرد شما مثلا در بین 200 نفر تاجیک از ازبک از قرقیز از خود روسا هستن بسیار. چند ملت هستن؟ بله چند ملت هست چون که ما مرکزی چی میگن دوستی هست همه مثلا آزاد از در اومدن مثلا با خوردن اومدن سریع پیدا چه همه میشینن صحبت میکنن چه که دیدید مثلا همه چی مک شده است. استاد در آینده چی نقشه ها داره برای این بیزنس خود؟ نقشه همین است که باردار دلشو جان ذره هم باشه یعنی هم تاجیکا رو ما کمک کنیم از همون کارویسیا کمی هم دور شون مثلا ما رو تاجیکا رو دیگه خیلی شناسیم یعنی که درسی و بیان یاد گیرن حتما بیایی ما میتونیم این نزدیک رفته با درسای شما شناس شویم. بله سجی مرحمت باز یک دقیقه استاد بخشش. دوستان عزیز یگان سوالای ایلواگی باشه مرحمت به همین رقم زنگ زنید پرسون شوید. گفتن نمونه در برنامه رو برای چمی استاد در اینجا تشکیل کرد. همین اموری که میبینید یکی از شاگردان موفق جوی هوای میباشه. همین خیلی است استاد؟ بله. سلام علیکم دوستان عزیز مهمانان عزیز خوش آمدین با درس و با تیمی تاجیکون سمارت. یعنی امروز ما درس میدیم درباره یعنی والبریس چی است و از چی عبارت است. خلاص یعنی والبریس یک پلتفرم اینترنتی است یعنی با واسطه اینترنت چیکار میکنن سودا میکنن. در دنیا بسیار بیزنس هست. فرض کنید یک کس چیکار میکنه میتواند ماشین بیزنس کنه، یک کس میتواند مغازین گیرد مثلا لباسا یا اینکه دیگر، یک کس دیگر میتواند مثلا با واسطه اینستاگرام، تلگرام یکی دیگر پلتفرم هست که میتونن چیکار کنن همین تجارت در مشغول شوند. برای چی ما مخصوص والبریس انتخاب کردیم یعنی دیگر موضوع هست چون که از طرفی که چیکار که من آنالیز دارم چیکار میگم در همین زندگی دیدیم والبریس چندین آدم چندین شخصانی که مثلا مثل اجدر نداشتن یعنی از این انتظار نبودن چشید یعنی که همین وارد والبریس شدن علاقه صاحبی مثلا مال و ملک یعنی زندگیشون با درجه دیگر بدل شده مثلا دیگر زندگیشون بله موفقیت کلان در نویل شدن. خب
یعنی والبرس ایچی و چی براتا یعنی ما شما در کارت کنم که میفهمم والبرس یعنی در سال 2022 سرشای 2023 ایسابو چه متاسفانه من کاملا گرفتاری نیستم پران نیست با من خاطر یعنی ایسابو 2022 را شما چیکار میکنم شناس میکنم یعنی ببینید که چقدر من تقریبا میدونم цифрой سال 2023 را نکی 2022 چی میگم یعنی وای مو پرزنتاسیون تره با من خاطر من شما را از میفهمم خب رفتیم یعنی امی در سال 2022 والبرس ایسابوتی خودرو ایتاگو بگیرم اگر در امی 4 کوارتالی که هست مثلا در امی یک سال وای کرده گیرم با 1 تریلیون روبل قریب 1 تریلیون مثلا 900 قریب 78 میلیارد 978 میلیارد مثلا روبل قطعی محکم کرده قریب 1 تریلیون روبل بگیم من میشه آدم این یک رزولتاتی هست که چقدر بگم نه همه پلتفرم‌های اینترنتی با چیز نویل میشن با چیز مثلا با موثر میگرده خب والبرس یک برای چی والبرس یک پلتفرم هست که یعنی شما میتونید نوبسته در خود در تاجیکستان باشین خود در روسیه باشین خود در دبی خود در ترکیه خود در کجای باشین نباشین شما میتونید چیکار کنین این پلتفرم استفاده بردن میتونید یعنی میتونید مغازیناتون رو کنترل کنین میتونید در سودا کنین نظارت کنین مثلا چند سو فایده دین ضرر دین همه میره شما میتونید چیکار یعنی با واسطه تلفن با واسطه کامپیوتر اینترنت باشه تمام شما میتونید کاراتون رو مغازیناتون نظارت کنین چیکار بگم یعنی سوال میشه که چیکار یعنی ما دوجایم بیزنس می رفتن میگیره این یکم قی نداره یعنی اینجا وقتی سومی شما میگذاره اینجا هست اسلوبای فولفیلمنت یعنی کار شما را بود میکنه یعنی بارا شما میرن صداوا در مثال ایکتو زکاز میکنی میاری یعنی پاکوفکا میکنن سکالا تقسیم میکنن میفروشن یکم قی نداره شما فقط اینجا کنترل میکنید کدام سکالا چند قبول چند سوم در فایده دارین چند سوم نه ماندنی رکلام و پرودویژن اینه یعنی شما ختم میکنید مثلا منیجر وای نمیکنه بله یعنی удобný інструмент که البوجو کرده میشه خب در جواب برس یک پونکت دیگر آقای کرده که یعنی عهده‌داری والبرس و عهده‌داری ما یعنی دارندگان ایپی یعنی صاحبکاران انفرادی اینجا یعنی بین ما و والبرس یعنی کارو تقسیم شده یعنی 4 عهده‌داری از طرفی است 5 عهده‌داری از طرف ما یعنی میگه که ما چی میگم محصولات شما را قبول میکنیم در سکادون نگاه میداریم مثال با یعنی محصولات شما возможность میتونید که много میلیون аудитория یعنی аудитория زیاده از میلیون کسی نشون میدن تا شما را سودا میکنن باز میگه که شما در یعنی حسابات میسپاریم حساباتی که مثلا شما چند کار کردین چیکار کردین همه را با شما پیشنهاد میکنم با آخرین پونکشون یعنی رکلام میکنیم پرودویگات میکنیم فلان بسمدون مثلا این خیلی پونکتا داره یعنی از شما چی داره یعنی شما میتونین اسورتیمنت توارتون مونین امون ساستانی توارتون نرخنامه توارتون نگاه کنین که مثلا پاست بالانس شوی یک مومنتی است که یکی آدمو والبرس میکشن میرن ایپای کار رو بروش میشن مثلا توارم هست که обязательно скидка میگن توارم обязательно скидка میره چند بار میغلطه اینا پایون میشه فایده نمیده مینوس میده مینوس کار میکنه خودش مقصد درک نداره مثلا یکی نمیفهمه یکی اگه نداره خب مثلا میتونین فروشتون رو نظارت کنین باز نگرفتین یعنی چند پولی که شما در موفق میگذاره مثلا که همه ایران نظارت کنین بوجا پالچی دبراد نیستی از اینی که شما میتونین یکم پرابلمش چه دانایسین یک چه دبراد نشون معلومات گیرین یعنی با یک پونکت دیگه داره داکومنت آورد یعنی همین پلتفرم اپی کلیچو قد کار میکنه شما میتونین اگر استارین پروگرام ادی نیست نورمال اسکلاد دیگه پروگرام داشته باشین یعنی میتونین با واسطه همین پورتال را چیکار کنین اچتاتون تماشا کنین یعنی با واسطه ما میتونین کنترل کنین یعنی من این داره والبرس وای میکنه خب یک پونکت دیگه است یعنی در سال 2022 زیاده 800 برند در والبرس زیاده 800 برند این حال 1600 دینا دیده بودم یعنی 1640 والله 1646 و 45
برنج دیگه 1,646 برنج دیگه 1,000,000 یعنی 2 برابر نسبت سال 2020 یعنی 2 برابر زیاد شده. خب یعنی اینجا میگن که پاسیتی تله یعنی ورود نشان هر روز در همه وال بریز تقریبا 20 میلیون در سال 2020 یعنی 20 میلیون ورود نشان. شخصا خیلی من پیش از سال نظارت کردم ای 36 تا 40 میلیون یعنی ای 36 تا 40 میلیون ورودی وال برسیدن. ای 36 تا 40 میلیون اینجا است مثلا ماس پروگرامی که میتونی همین روزا پاسیشای میشه یعنی با واسطه تلگرام کانال با واسطه استورم پروگرام نظارت کنی. یعنی همونجا ما نظارت کردیم تقریبا 36-40 میلیون چقدر آدم وارد شد. با همونجا یعنی در سال 2022 یعنی 20 میلیون وارد میشه 4 میلیون آدم خرید میکرد. خب یعنی ببینید وقتی ما با در سال 2023 علاقه یک چند مرتبه زیاد شد. مثلا تقریبا 30 تا 40 میلیون وارد میشن. علاقه 6 تا 7-8 میلیون آدم خرید میکنن. علاقه مثلا این پاکلینی молодежь معنی را داره که این پاکلین молодежی که مثلا با اینترنت رو واردگن زیاد است پاکلینی که مثلا جو علاقه سینسونشون رفتگی و اینترنت سودا نمیبرن صافی ما کم زین молодежь بسیار است عامل لحاظ یعنی چه کمک کنن یعنی نپاسلسنا پاسشایمز یعنی خرید فروش همین چیز بسیار میشه. خب در سال 2022 44 میلیون توار به دوال برس و زیاده یک 500-600 میلیون توار شده. خب اینجا هست با یک مومنت اساسی که برای چی وال بریز چی بازون چی و دیگر نه یعنی خودم تصور کنید در بازار صداوت یکی در لوبینه یا جنورات هم مثلا کورون دیگر جزو صدا میکنه در مغازین تو چند کس میدره چند کس وارد میشه کی میگم پریمیر نه 200 کس مثلا یک وارنت دیگه هست 36 کس خب میکنه زیاده از زیاد هم 200 کس aynen dışarıdası magazin düşüyor. Şu var mı ki yani New York ne? Ama Rusya kadar şeyse 70-80 milyon ahali daradır. Özbekistan çan kadar var? 40 milyon. 40 milyon. Kazakistan 16 milyon. Kaç 16 milyon. Kırgız 6 milyon. Armenya 3 milyon. Belarus 6 milyon. Bu cihaz Azerbaycan yani şunu представляете yani ki oyanda ben خدا خواهد تقریبا نزدیک تاجیکستان آورید میشه. یعنی ببینید نه قدر اهالی دا مثلا یک نیمی کره زمین ایوال بر استفاده میبرن. بده معنی چیه؟ یعنی اگر در بازار در مغازین شما 100 کس 200 کس خو 300 کس گیم وارد میشه. یعنی که اگر اینجا توار شما اگر توپ داغالت اینجا یعنی قاعد توار اگر کار کردین یعنی فروش خوشون دین خاطی هم بیزنس یعنی داروی درست بودن var mekanın ما اینجا میبینیم یک توار مای پروست مدرن میبینم تقریبا 1000-2000 آدم درآمد میبینن شما. همین 1000-2000 آدم مینیمم 10%-20%ش چیکار میکنن میخره توار ما را. یعنی همین کار اگر با میشه که اگر یعنی بسیار چی میگن کاروی هست که مثلا اخبار سکلاد میگن اگر همین سر شما رویا کنین با همین تجارتون یک چند گفتیاپو کارات بگیم که صد بالا میشه با همین خاطر این هم یک چی میگن استراتژی است یک کار است که این هم کردن در کار شما این بعدا هم گفتن آسان نیست مثلا چند قلب طور یعنی چند قلب طور دوره ایوال بریز با جای مومنت دیگه که خیلی وری چیزی است ایوال بریزده بعضی بارها ترسیز نگیه که خیلی وری چه همون چیکار میکنیم مثلا ساده ما میبره که این یا که این وقت کنین یعنی خیلی وری چیدن زوره مثلا میدونی برای چی شما میتونین که یگان چیزایی که در همین روسیه پاپولار نیست یعنی که همین خیلی دوست میدونن که با من دیمات پیروشکا یا که دیگر چیزی که یعنی هم کلتورای روسیه داشته که شما میتونین یه را درجه بفروشین درجه ساده میتونن خیلی میخرن این هم یک اوروینی دیگه بیزنسه دیم پریبل چیه یعنی که وقتی شما میخونین متخصص همین سوال میشین که این خیلی چرا آنها دوام یک 2 سال ممکن 3 سال دوباره ایوال برس یگان چی نفهمن برای که یک پلتفرم است که تیسیز ابنوید میشه تیسیز نوگونیو میشه تیسیز چی میگن همی یک استراتژی را میگیری توار توپ میبره مثلا ساده زور میشه با حالش میکنه نصد میغلطی خب خلاص یعنی همی خیلی هم شو اگر برای ما چه ویگیدنی ترکه همین ویگیدنی ترکه یعنی اوجا ما میتونیم کارهای خیلی را بود کنیم مثلا بیزنسی وای را پیش بریم دیگر کارا کنیم
یعنی یکچند یم اینجا جوی ترس نداره کسی یاد گیره فایده خیچه کسی همین چیزا مثلا قبول میکنه کسی همین چیزا اینجا مثلا سیستم بوستر دیگر وای است که اگر همین آدم همین چیزا را سفر رو بروه این بهترین پلتفرم شخصا من خودم یعنی آنالیتیک خدمت میگذارونم با اونان مثلا سرانی میکنه قطعی آمازون مثلا یبای مثلا یبی مثلا اما چی نداره تاوبا و دیگر چیزا یعنی دانی من این پلتفرم قفا موندگیه های مثلا وال برس نسبتی هم اینسترومنتایی که مثلا در اروپا امریکا دیگر جای استفاده میکنن قفا موندگی است نه کی پیشنهاد میکنین همین ما قطعی یک برادر سال 2000 رو بگیم 22 آنالیز کرده بودیم تقریبا 10 سال قفا بود نه کی حوزی اوج علاقه عربات تیزی رو کرد اینمی ماه آگوست یعنی سال 2023 سال کرده تو این جنون هم خبرنامه کردگی که علاقه قفامونیشون نداری راستانی باینی ورش تو بیای کنه تقریبا 2 سال مونده 2 سال نمیرسه هم 2 سال دیگه اگر برای که یعنی که پلتفرم میتونه که اما اروپایسکی و امریکانسکی مثال پلتفرم رو چیکار کنه پیش بگذاره برای که آدیتوریایی شاید که بسیار شده خب یه دوره بود که این سال 2019 تا سال 2019 یعنی تام محصولات سازمان میکرد دوال بریز وال برس قطعی چکم میکرد شرطنامه میکرد یعنی قریب که 50 با 50 کار میکردیم من تا مثلا 500 رو فروش میموندی 39% کمیسیش میگیره تا سال 2019 هم خیلی الگوریتم داشت یعنی 39% کمیسیا میگیره با 15 چانس میشه یعنی احتمالش لاجستیکش میگیره بعد چی میگن همین ابنویت که مثلا فهمید خاطرگیش اوایش فهمید وال برس چیکار کرد در هر یک توار کاتگوری را تقسیم کرده گه مثلا سمارت فون میفروشه 5% میگیره مثلا لباس میفروشه 25% میگیره کراسوفت مثلا آب میفروشه 25% یا کاسمتیک 17% دیگه هماره یعنی چیکار کرد کاتگوری را تقسیم کرد در همین حساب یعنی کمیسیش دیگه خیلی میگیره نرخ لاجستیک کردن یعنی چی بگم وای کردی یعنی حسابی بچینی رزمری که مثلا توار دسته همون قدر ارزشی بردانه همون قدر چیکار میکنه میگیره ای زیاد نمیگیره یعنی ایشان تو 2 لیتر 45 روبل 2 لیتر زیاد کشید روی سر هر لیتر یعنی 7 روبل 6400 روبل میگیره خب با شما موفقیت امیدوارم که فهمیدین با شما موفقیت کنم نون من الهامیدین اولین کاری که اون کردیم یعنی درس های استاد وقتی در یوتیوب تماشا کردیم خواستیم که بخیزیم بیایم درس بگیریم و مخصوصا من از 100,000 سر کردم و بعدا دیدم که مقصد خیلی خوبه تجارت خوبه یعنی دیدم که زکاسا شدیسن الحمدلله ماشین منو فروختیم باز در همین ولاجت کردیم ولی این حال الحمدلله من طول 1 ماه درس گیریم در همین 1 ماه الحمدلله زکاس رفته است 342,000 در 1 ماه الحمدلله فروش کردیم سلام علیکم نویمان بهادور ما از ماه سپتامبر اینجا اومدیم در نزد استاد وقتی که درس گرفتیم و خلاصه اومدیم که ما استثمارات خودمون نباشیم در اینجا در این بنا یعنی که سخت پرداخت شدگیم الحمدلله کارمون خوب رفته است با بعضی آدما هم به بار تامین کردیم های خدا را شکر ما یک دایمون جو بگیم که تقریبا 3 ماه 1 میلیون زیاد تقریبا 1 میلیون فروختیم الحمدلله شکر